مفتی حفظه الله استفاده کرد و همه ما استفاده کردیم. مختصر بنده چند تا توصیه خدمت شما داشته باشم. نقطه های قوت را یادآوری می کنم خدمت شما که اینها نقطه های قوت ما و نقطه های سعادت ما، اینکه منصور باشیم از جانب پروردگار، مسائلی هست که اینها را رعایت کنیم. اولین نقطه برای من و شما تقوا هست توی زندگی. اگر ما تقوا را رعایت کنیم، پرهیز از گناه، حفاظت چشم و زبان و گوش از همه گناه ها و حتی حفاظت دل از وسوسه گناه. وسوسه گناه که می آید هم دفع کنید از دلتون، نگذارید توی دلتون بمانه. از حرام و شبه حرام من و شما دوری کنیم و اتباع کامل رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم، اتباع شریعت به صورت کامل. تقوا و پرهیزگاری بهترین سرمایه هست. هیچ سرمایه توی دنیا بالاتر از تقوا نیست. ایمانم در راستای تقوایه، نماز در راستای تقوایه، همه احکام شرعی در راستای تقوا. و به هر حال این تقوا بهترین توشه راه ما هست. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا واتقونی یا اولی الالباب. صاحبان اغلا الله تعالی فراخوان داده و ندا کرده است که شما از من بترسید و تقوا را اختیار کنید. الله با متقین، الله با پرهیزگاران، الله با صابران. صبر هم در مسیر تقوا و صبر از بزرگترین عبادت و هرگاه که انسان صبر داشته باشه، یعنی با صبر الله تعالی را بندگی میکنه. چون خدا فرموده که شما صبر کنید. وقتی ما صبر میکنیم، این بزرگترین عبادت، همه اینها در مسیر تقوای و در مسیر پرهیزگاری است. پرهیزگاری، حقوق الناس رعایت کردن، حقوق الله، کل اینها در مسیر تقوا. و مسیر تقوا مسیری است که الله با متقین به سوی الله میره و ما با تقوا فیروز میشیم، با تقوا قوی میشیم. و آن حضرت فرمود که ان اول الناس بی المتقون، نزدیکترین انسان و کسان به آن حضرت صلی الله علیه و سلم و به الله تعالی ذات یگانه پرهیزگاران. شما پرهیزگاری را رعایت کنید، با پرهیزگاری شما بر مخالفانتون غلبه می کنید، بر دشمنان دین، بر نفس، بر شیطان، شیاطین جنی، شیاطین انسی. شما به مقصد می رسید وقتی که تقوا را رعایت کنید. این اولی مسئله. و باقی هم در همین مسیر تقوا مهمترین قوت و بالاترین طاقت برای ما سروران اخلاص وللهیت، هر کار برای الله. این رمز بزرگیست. توی وقتی که انگیزه الهی باشه و کارهایمون برای الله انجام بگیرن، برای نفس ما نباشه، برای نام نباشه، برای شهرت نباشه، برای منافع دنیا نباشه، این اوج قوت در انسان ها که الله تعالی نصرت میکنه. طول تاریخ مبارزات
انبیاء علیهم السلام سلاح انبیاء للهیت بوده. چون بینید با یک نکته این هست که فرعون و حضرت موسی، به حضرت موسی طاقتش معنوی و للهیت بود، فرعون قدرتش در اوج قدرت بود فرعون، و حضرت موسی هیچی نداشت مگر الله تعالی می توانست که حضرت موسی را توپ و تانک هم بده، هواپیمای جنگی هم بده، سلاح بده، حالا سلاح امروز نه سلاح روز بده، ولی الله حضرت موسی را هیچی نداد از این طاقتهای مادی. و الله میخواست که تربیت کنه حضرت موسی، بالاخره امام الگوه، والله میخواست نشان بده که در قدرت مادی چیزی نیست. اصل طاقت معنوی علی اصحاب مدارس شکایت دارن ما پول نداریم. و یک بزرگی میفرمود که گفت که یک چمدان پول اگر در اختیار ما، یک چمدان پول در اختیار ما میبود، ما فلان و فلان میکردیم. بابا در این چمدان پول ها پیروزی نیست. این اگر شما توانایی مادی داشته باشید فاتحه شما خوانده شده است. الله به حضرت موسی هیچی از قدرت مادی نداد، قدرت معنوی و قدرت مادی به هم درگیر شده. و حضرت رسول چه داشت در بدر که آمد؟ بدر آمد تا 1000 نفر مصلا، امکانات روز داره، و آن حضرت صلی الله علیه و سلم چوب در دستشونه، سنگ. در مبارزه جالوت و طالوت مبارزه وقتی کردن، لشکر اصلا جالوت قابل مقایسه نمیگه. 100,000 نفر جالوت آورد و این طرف 313 نفر، 313 نفر، چون اینا را الله غربال کرد و لشکر طالوت که آب خوردن همه مانده، اونها را نیاوردن با خودشون. و سنگ فرد کرد داود، یک سنگ زد تو زمان جنگای او زمانه سفارایی بودند و مبارزه. جالوت جلو آمد به مبارزه طلبید، حضرت داود سنگ برداشت و زد به پیشانیش خورد، سرش منفجر شد، افتاد، کل لشکر شکست شد. این سنگ زد. اینجا هم صحابه چه داشتن؟ شمشیر نداشتن، اسب نداشتن. و این من و شما میخوایم با مادیات فیروز بشیم، اصلا نظری غلطی است و اشتباهی. میخوایم با کاخ و ساختمان من و شما فیروز بشیم. من و شما متاع من و شما باید للهیت باشه، اخلاص باشه، ایمان باشه، تقوا باشه. ما با این میتونیم فیروزی حاصل کنیم و اصفنا. و بدر همینطور شد سروران گرامی. فیروزی آن حضرت الله نخواست که با قدرت مادی باشه. جنگ احد شما ببینید، همون چیزی که دشمن داشت کمترش را مسلمانان داشتن و طول تاریخ همینطور بوده. این مبارزه اخلاص و این ابزار اینجا آلات تقوای، پرهیزگاری، دعای، نماز، تضرع، تلاوت، ذکر در رابطه با صحابه آمده است که فرسان روز بودند و رهبان شب بودند. شبها اونها مصلای هم نداشتن، میگه سر مصلا بودن، نه، سر خاک ایستادند و نماز خواندن. همون چیزی که شیر چادری یا سر خاک نماز خواندن، سر خاک خوابیدن. و شبها راز و نیاز با الله بوده و روز اونها در راه خدا مجاهده کردن. للهیت میخواهد. ما که ناکامیمون اینه که ما میگه پول نداریم، ساختمان بسازیم. اسلاف ما، بزرگان ما زیر درخت دست دادن. حالا اگر شما اینجا چیزی میبینید، این باب درست شده. در ابتدای کار اینا نبودن. شما سالهای 60 خورده که اینجا بوده، بالاخره اینجا هم حجرهای معمولی بوده، اتاقهای معمولی بوده، اتاق نبوده اینجا که درس بده. بعد الله تعالی به سیر تدریجی الله تعالی اینجا امداد الله و نصرت الله و کمک الله، دعای حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه
و تلاش اساتید و همکاران بالاخره اگر چیزی شما اینجا میبینید اینها در بعد حاصل شده است و زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مسجد بر شاخه خرما و درخت خرما تنه درخت خرما قائم بود. زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بعد سر و سامان بیشتری پیدا کرد و آینده الله رشد عنایت میکنه، ولی بدونید که ابزار من و شما همینن، با اخلاص من و شما موفق میشیم. للهیت و تمام تعلق مع الله مرکز فیض سروران گرامی باید ارتباط باشه که با پروردگار باید ارتباط باشه، تعلق باشه، از خدا غافل نباشیم، ذکر به کثرت کنیم. همون که ولا تنیا فی ذکری، الله فرمودن یه معنیش آنه که یعنی با منبع فیض و مرکز فیض شما در ارتباط باشید. که نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، هم معنی اینه که ما با منبع فیض بتوانیم ارتباط با الله بیشتر ارتباط دو نفر بیشتری از ارتباط یک نفر و لحظه با الله ارتباط باشه، حلال خواهی باشه، قناعت باشه، قناعت داشته باشه و از تکلفات فرار کنیم، از تکلفات دوری کنیم، از اسراف در زندگی برخلاف اینها تقوا. و لحظه ما بر اساس تقوا، بر اساس اخلاص و للهیت و یک نکته دیگری که توی قرآن بر این تاکیده او احسانی. ببینید شما هم احسان معنی اینه که شما یک قدم از عدالت که حق جلوتر برید، نماز به نحو احسن ادا کنید، تلاوت به نحو احسن، ذکر به نحو احسن. احسان که الله تعالی می فرمایند که ایکم احسن و عملا، همین این اشاره به همینه که اعمال به نحو احسن ادا بشه، نماز به نحو احسن، روزه به نحو احسن، زکات به نحو، هر عمل به نحو احسن. ان الله یحب المحسنین. احسان همینه که ما تلاش کنیم که خدا را زیبا بندگی کنیم، به زیبایی دستورات الله تعالی را انجام بدیم، با قوت، با کوشش، با تلاش و این معیت الله با صابران، معیت الله با پرهیزگاران صبر کنیم تو وسائل مشکلات پریشانی دین داره، پریشانی استقبال نیست از دین، مشکلات داره، فشار زندگی، فشار اقتصادی و فشارهای دیگه هست و تنگ نظری و مشکلات هست. همه اینها را تحمل کنیم و برداشت کنیم که فیروزی ما در همه فشار هست، فیروزی ما در تحمل سختی هست و اگر این سختی ها با صبر بکنیم الله با صابرانه، الله را زیبا بندگی کنید الله با محسنینه، پرهیزگاری را داشته باشید که الله با متقینه. و ببینید که خدا با چه کسانی در قرآن اینها را یادداشت کنید در سر لوحه کارتون و اینها را در زندگی اختیار کنید و انشاءالله الله تعالی نصرت میکنه، الله تعالی یاری میکنه. ناامید نباشید که بزرگترین گناه ناامیدیه. اسلام امیدوار باشه که الله تعالی فیروز میکنه، الله تعالی کمک میکنه و ما تلاشمون بکنیم و با الله ارتباط باشه. علاوه از تلاش دعا کنیم، تضرع زاری بکنیم. رمز موفقیت همینه که از یک طرف الله زاری میشه، با الله ارتباط بشه. دعاهای معصوره که در حدیث و قرآن آمده هم بخوانیم، دعا و تضرع زاری باشه، توسل به نماز، توسل به صبر که قرآن فرموده، همین فرموده است و استعینوا بالصبر والصلاة. صبر و صلات این دو تا ابزار قویه که انسان مؤید من الله میگردانه و انسان تایید حاصل میکنه و انشاءالله استقامت بشه و باقی مورد نیاز همه
یاد شده توی این جلسه جناب مفتی صاحب فرمودن، دوستان دیگه یاد کردم، سخن زیاد منظور نیست. انشالله اینی که عمل منظوری که من و شما بتونیم عمل بکنیم. و من یک دو تا حرف دیگه خدمت شما هم میگم. یکی اینی که برداشت ما علی اینی که سیلاب بیدینی سرازیده و این هشداری است که به شما هم داده میشه و ما الان میبینیم اینه که سیلاب بیدینی داره سرازیر، خصوصا توی نسل جوان. و در این شرایط وظیفه ما سخت زیاده که ما با برنامه ریزی تعلیم و دعوت الله و تبلیغ پیش بریم. اگر نه این سیلاب خیلی خطرناک، سیلاب بیدینی اصلا دین انکار میکنن بسیاره. متاسفانه بعضی مشکلات که توی الان کشور هست همین کمبود و گرانی و با این مسائل چون حکومت ما بالاخره نظام دینی هست و این کمبودها را میارن به حساب دین و لحاظا این که میگیم سیلاب بیدینی پیدایی از همین بابت بیشتر که این مشکلات سخت پیدایه و لحاظا ما در این شرایط نهایت کوشش بکنیم که مردم ها توی به دین نگهداری بکنیم، مساجد، تعلق مع الله، مردم از الله تعالی و از دین بدبین نشن، دین ویل نکنن. بالاخره در دین تقصیر نیست، تقصیر در بنده هست. اگر من ضعف دارم، بنده کوتاهی دارم، این به حساب خود من هست نه به حساب دینه. و اگر در علما مشکلات ایجاد هست، این مشکلات علما هست و نه مشکلات دینه. و لحاظا ما باید این وقت خیلی کار کنیم که مردم اصل دین بدبین نشن، دین ویل نکنن مردم و دینداری را نماز و احکام الهی هست. و حالا این خیلی مشکلات من اینجا که خیلی بیشتر، ولی ما جای دیگه عزیزی نقل کرد در یکی از کشورهای اسلامی که خیلی در اونجا اسلام فرنگه، او هشدار داده که در نسل جدید گفته که بیدینی شدید ارتداد پیدا هست و مواظب باشه. علما را گفته که به هر حال کار کنید. معلوم میشه که در کل در جهان یک بیدینی پیدا، اشتغال بیدینی و این میخواهد و میطلبد که داعیان، دعات، معلمان و مبلغان بیشتر فعالیت کنند و حرکت ما خیلی کنده، خیلی ضعیفه و حرکت بیدینی خیلی سریعه و اینها توازن ندارن. روی این ما باید بیشتر انشاءالله فعالیت کنیم، فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و تلاش کنیم و ناامید نمیشید. در هم بود تبلیغ و تربیت، تعلیم و تربیت و در بود دعوت الله و تبلیغ، ملاقات مردم و صالحین کار بگیری، همراه کنید در راه این کار و انشاءالله پیروزی دست پروردگاره و با اخلاص، للهیت، تقوا و ارتباط با الله انشاءالله تعالی پیروزی میاره. ریا گفتن بزرگان کارشناسان دینی که ریا چنان ویروس خطرناکه که از هر ویروس بیشتری میتونه مخفی بشه و دیده نشه و لحاظا مواظب باشید که گاهی ریاکار خیال میکنه که مخلصه، منافع دینیه، میگه خدام راضی میشه، مردم منو تعریف میکنن، مردم راضی میشن، فلان میشه و اینها باید هر چیز را باید کت کرد در باب اخلاص و فقط رضایت الله تعالی را در نظر ده. این خیلی عبادت بزرگی و خیلی نکته مهم، اتباع سنت باشه انشاءالله کامل و الله تعالی توفیق بکنه. آنچه که اینجا آنچه که اینجا گفته شده و شنیده شده است همه را الله تعالی برگشت بفرسته. وقت نماز آمده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه
محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درهای رحمتت را پروردگار برمان باش و نظر لطف و نظر رحمتت را شامل حال ما به ما نگاه نکن و به نیتهای ما هم نگاه نکن. یا رب به فضلت، به کرمت، به لطفت و به احسانت ما را مورد توجه قرار، ما را دستگیری کن، ما را فریاد رس، ما را دریاب، ما را به رحمتت دریاب، به لطفت دریاب، ما را از بندگان مخلصت بگردان، مخلص بگردان، ما را از بندگان صالحت کن، هادی و مهدی الله بگردان، صالح و مصلح بگردان. یا رب ضعفهای ما را برطرف کن، گمراهی‌های ما را به هدایت تبدیل بده، کجری‌های ما را راست کن و ما را یا رب کار بگیر، ما را توفیق بندگی، توفیق عبادت. یا الله دو تا شرف از تو می‌خواهیم. یا الله بالاترین شرف بندگی تویه، عبادت تویه، غلامی تویه، بندگی تویه. این نصیب ما بگردان و یا الله بالاترین شرف برای بندگان خدمت غلامی دینت هست، غلامی دین و خدمت دین. یا الله خدمت دین و اصلاح جامعه یا الله نصیب ما بگردان. یا رب این شرف بالاتر از بندگی و غلامی تو، غلامی و خدمت دین تو، از غلامی و اتباع حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالاتر نیست. یا الله این ما را نصیب کن، هم و فکر ما را هما. یا الله دین بگردان. یا الله هر کسی که این غم بیاید توی دلش، از غم دنیا تو کفایت میکنی و هر کسی که گرفتار غم دنیا شد تو پریشانی او را اضافه میکنی در دنیا. و این حدیث مطلب حدیث است. یا رب ما را و عزیزان ما را و سایر علما و همه افراد جامعه، همه مسلمین، یا الله غم و هم ما را خدمت دین بگردان. یا الله به این غم و هم زنده بمانیم و به همین غم و هم و فکر از دنیا بریم و به همین به بارگاه تو حشر بشیم. یا رب ما را الان گرفتار محبت دنیا، گرفتار محبت زندگی، گرفتار هوا و هواس، گرفتار وساوس شیطانی نگردان. استقامت بر شریعت، استقامت بر دین و فایت مردی بر دین. و یا الله خدمت دین نصیب ما بگرد، از فتنه های ظاهر و باطن حفاظت فرما، ما را هدایت بده، جامعه ما را مسلمین هدایت بده. یا الله جوانان ما را، زنان جامعه را هدایت بده، هدایت عام، مغفرت عام، رحمت عام نصیب همه ما بگردان و عاقبت ما را بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله جمیع گذشتگان در ختام این جلسه برای همه گذشتگان، همه علما
علمای همه دیار یا اللہ که برای دین خدمت کردن و رفتن غریق رحمت فرما، مخصوصا همکاران حوزه و اله العالم مدرسه و علمای شهرمون یا الله و در راست حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه بهترین رحمت را نازل فرما برهم گذشتگان والدین همه ماها و عزیزان همه ما را غریق رحمت فرما، مریضان شفا بده و زندگی ها را وسیله آزادی فراهم بفرما، مخصوصا مولانا کوهی که در زندان مدتی را وسیله آزادیشون فراهم بفرما، جمیع کسانی که زیر حکم سنگینن یا الله اصلاحشون بفرما زندانی ها را و یا الله وسیله آزادیشون فراهم فرما و جمیع کسانی که هر مشکلات اجتماعی فردی انفرادی دارن، مشکلات های کشور ما را، مشکلات های دین اسلام را و همه مشکلات یا الله، مشکل معیشت کشور اقتصادی یا الله این مشکلات حل بفرما، مشکلات کشوری، مشکلات اجتماعی، سایر مشاکل حل بفرما. افغانستان زلزله آمده تلفات سنگین داشته یا الله، جمیع کسانی که تلف شدن غریق رحمت بفرما یا الله، زخمی ها و مجروحین شفای عاجل و کامل عنایت فرما یا الله، آفت ها و بلاها را از سرزمین اسلامی دور بفرما و مسلمین توفیق بده یا الله بینا خدمت کنن و بینها رسیدگی کنن و عاقبت همه ما را بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. الشيخ محمود افندی وفات کرده و الشيخ محمود افندی که شخصیت های بسیار برجسته در کشور ترکیه بود و دعا کنید الله تعالی ایشون در غریق رحمت بکنه و بعد بهترین رحمت جای عنایت کنه و درجات عالی نصیب شد. صلی الله علیه و سلم.